سلام به همگی. آقا دیروز تو جمعه بازار ولایت خرچنگ نظام ترکید و کل خیمه شب بازی آخر هفته آخوندا رو کند گرفت. بوفالوی تایر به سر خامنه ای اونچنان از درد سیلیای همه جانبه رم کرده بود که کم مونده بود تریبون نمایش جمهورم گاز بزنه. فتنه سال 88 یک زخم کهنه در تاریخ انقلاب اسلامی بود. فتنه‌ای که در یک سو تمامی دنیای استکبار بودند، سلطنت طلبها بودند، منافقین بودند. روز عاشورا این تهران را تبدیل به میدان جنگ کردند، اهانت به امام راحل عظیم الشأن، به مسجد حمله کردند، آتش زدند. حالا ممکنه یکی بگه چی شده که این خرچنگ کف کرده یاد فتنه افتاده؟ مگه فتنه تموم نشد؟ راستی جریان چیه؟ رمزگشایی داستانو از زبون خودش بشنوید. رمز این که دارم مطرح میکنم این است که احساس میکنم بعضیا میخوان بگن فتنه چیزی نبوده، قبح زدایی کنن از فتنه، در حالی که مقام معظم رهبری میفرماید فتنه خط قرمز ماست، مجوز داده میشه که جمع بشن و در مجالسشون خلاف امنیت ملی نظام عمل کنن. من به این جماعت قلیل یک کلمه میگم، اون یک کلمه اینه: حماسه سازان نهدی زنده و در صحنه اند. این حماسه سازان نخواهند گذاشت دوباره قلیلی از فتنه‌گران میدانداری کنند و با تمام وجود در مقابلشون خواهند ایستاد. که اینطور پس همه این عربده کشی ها به خاطر ترس از فتنه‌ایه که تو راهه. یارو میخواد از رقبا زهر چشم بگیره که مبادا نظامو از این که هست بیشتر جر بدن. فقط سوالی که واسه موشکاف پیش میاد اینه که اگه فتنه‌گران قلیلن پس این همه جلز و ولز واسه چیه؟ اگه قلیلن نوع دی واسه چیه پس؟ بگذاریم آقا بگذاریم. حالا بریم سراغ دومین حادثه. دومین حادثه ای که در عربستان اتفاق افتاد اظهارات سخیف و نادرست وزیر خارجه عربستانه. گفته ایران بخشی از مشکل است نه راه حل. عجیب است، پیش میافتند که پس نیفتند. عجب. اگر واقعش رو میخواید بشنوید این است که شما نه تنها بخشی از مشکل که تمام مشکلید. البته عصبانیت شما را هم ما کاملا درک میکنیم. میلیاردها دلار خرج کردید تا دولت سوریه را سرنگون کنید، ناکام موندید. میلیونها دلار در عراق خرج کردید که به کامتون برسید، به کامتون نرسیدید. بیچاره اید، عقده ای هستید و عقدتون رو به این ترتیب با فحش به ایران دنبال میکنید. چخه بابا هاپو کمار، اون عمامه‌ای که سر این گذاشتن و باید جای قلاده ببندن گردنش. معلومه تیر تحولات منطقه درست خورده به جای حساس ولایت که اینطور پارس خوابیده را انداخته. همچی میگه اظهارات سخیف وزیر خارجه عربستان هنگار از دهن خودش در و جواهر میریزه بیرون. بابا تو که به خاطر یه جمله شیر فاضلاب ولایت رو تا ته وا کردی که. حالا از جمعه بازار بریم تو تیبیریش
و همین آه و ناله ها رو این بار به سبک ممجواد لاریجانی ها بشنویم. جیغ و داد این یکی واسه خاطر سیلی حقوق بشره. چرا ایران باید گزارشگر ویژه داشته باشه در حالی که در منطقه هیچ کشوری مثل ایران در دموکراسی مردم سالاری سابقه نداره؟ چرا باید تقاضای کشوری مثل آمریکا و کانادا و انگلیس و اینا که رکورد فضاحتباری در حقوق بشر دارن اون مبنای تعیین گزارشگر باشه؟ خب ایشون تبدیل شده به یه هنرپیشه تبلیغاتی، از این سایت ضد انقلاب به اون سایت میره علیه ما صحبت میکنه. ایشون مدافع سرسخت تروریسم، یعنی تمام کسانی که آدمکشی کردن در ایران، در کار عمله تروریستی دستگیر شدن، اینا رو میگه مدافعان حقوق بشر. ایشون صبح با منافقین پالوده میخوره، ظهر با پژاکیا نهار میخوره، شبم با یه گروه دیگه دانسینگ داره. خب این که نشد کار که جان موشکاف میبینید سلسله اعصاب ولایت چجوری به لرزه افتاده؟ میبینید همشون از ریز و درشت چطور افسار پاره کردن و از فرط عصبی شدن اختیار زبونش هم از کف دادن؟ موشکاف که جای خود داره، بچه 5 ساله هم وقتی حرفای اینا رو بشنوه میفهمه که یه مرضی به جونشون افتاده. حالا چراشو آقا محمدی از اون مهره‌های پیشونی سیاه ولایت جواب میده. حالا الان توضیح میدم چرا میگیم بهش این. پس این یه پله که ما آمدیم بریم، پس از یه شیب تندی میخواستیم رد بشیم، این ماشین نکشیده. درسته؟ اگه خیلی ساده بخوایم صحبتش کنیم. هدف ما اینه که ماشین رو اونقدر بهش امکانات بدیم که بتونه این شیب رو رد کنه. حالا این شیب چی هست جلوش؟ 3 تا مسئله است. یکیش تهدیداته. تحریم خارجی تهدید خارجیه. یکی هست. میگه ماشین نکشید، بگو تو گل بحرانا گیر کردی، بگو فاز سرنگونیه، بگو رو به قبله. نکشیدن ماشین تو شیب اولشه. منتظر اوراق شدن ابوطیاره نظامتون باشی. کم جیغ میزنی، کم داد و قال میکنی، باید زمین رو گاز بزنی علی گدا.